از نشانه‌های یک کشور پیشرفته زیربناهای آن است. این زیربناها با استفاده از منابع طبیعی و دانش ساخت و ساز به وجود می آیند. انجینران همیشه تلاش کرده اند که با آمیختن دانش ساینس، ریاضی و اقتصاد در حل مشکل‌های تکنیکی جامعه بشری بپردازند. در ابتدای سال 1335 در پاهنزه علوم طبیعی پاهنتون کابل یک دپارتمنت به نام دپارتمنت انجینری تأسیس شد. در دوره اول 23 محصل در آن ثبت نام کردند. در سال 1342 به حیث پاهنزه مستقل به وجود آمد. آهسته آهسته دپارتمنت های انجینری مکانیک، برق و مهندسی در چوکات پاهنزه انجینری به وجود آمدند. در سال 1355 ساختمان به مساحت 3000 متر مربع برای پاهنزه انجینری اعمار گردید که تعداد جدید شمولان به 900 نفر افزایش یافت. در حال حاضر این پاهنزه هر سال 250 محصل جدید شمول می‌پذیرد که از طریق پروسه رقابتی کانکور انتخاب می‌شوند. پاهنزه انجینری دارای 6 دپارتمنت میباشد. پاهنزه انجینری پاهنتون کابل دارای 6 دپارتمنت می باشد که دپارتمنت انجینری سوال، دپارتمنت انرژی برق الکترونیک، دپارتمنت انرژی مکانیک، دپارتمنت انجینری انرژی، دپارتمنت مهندسی و دپارتمنت طراحی و برنامه‌ریزی شهری. در این پاهنزه 60 استاد مشغول تدریس به انجینران آینده اند و همچنان 5 نفر مشغول امور اداری پاهنزه می باشد. استفاده از نیروی جوان در امر تدریس باعث شده دانشجویان از درس‌هایشان راضی به نظر برسند. اکثر استادا در این پاهنزه کسان کادر هستند، اساتید هستند که تحصیل کرده خارج هستند، با سیستم‌های آموزشی نوین آشنایی دارند. پاهنزه انجینری با داشتن 60 پایه کامپیوتر و صنف‌های مجهز با پروژکتور توانسته است دانشجویان را در استفاده از تکنولوژی یاری رساند. لابراتوارها از موارد دیگری اند که برای کارهای عملی دانشجویان ایجاد شده‌اند و دانشجویان پاهنتون‌های خصوصی نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. ما بر مسئولین صنف 4 دپارتمنت سیوال تست انجام میدیم. اکثرا از مسئولین پاهنتون‌های شخصی من با ایشان ذریعه مکتوب یا استلام همکاری میکنیم. لابراتوارهای فیزیک و حرارت، برق، سروی، کانکریت، تست خاک، کیمیا و انرژی که تعدادی از وسایل آنها از سوی کشورهای خارجی یاری شده است، توانسته در رشد کار عملی دانشجویان کمک کرده و بتوانند بعد از فراغت تجارت‌های شخصی را آغاز کند. موږ له خپل استادانو څخه ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ سره په ټولو بخشو کې زیات همکاري او کومک کوي او له خپل همصنفیانو سره ډیر صمیمي برخورد لرو. با وجود وسایل کم در تعدادی از این لابراتوارها، استادان و دانشجویان به لابراتوارها حاضر شده و کار می‌کنند. اصلا کانون کیمیایی است که این موادی که در وجود دارد قابل استفاده نیست، اسپایر است. جوانا میترسه، ما جوان داشتیم برشان گفتیم که ما لکچر میتیم تو بیا تجربه انجام بدی، اسیستانتی ما هیچی ما نمیتونیم. ولی ما خود آزیر شدیم به خاطر اینکه شاگردا آینده در به یک چیز را بفهمن. این بطل شما خودتان ببینید. از نظر قانون بالکل غلط است که ما را استعمال میکنیم. ولی به این وسیله نچیز بر شاگردا تقریبا 6-7 تجربه را ما انجام دادیم. پاهنزه انجینری در کنار اینها مسجد، کتابخانه، اتاق کنفرانس و 2 میدان فوتبال نیز دارد که دانشجویان می توانند اوقات فراغت را صرف عبادت و هم می توانند به سرگرمی بپردازند. پاهنزه انجینری دیدگاهش را چنین بیان می کند. پاهنزه انجینری موقتا تلاش به این داشته که انجینرایی را اینا ورزه کنند یا تربیت کنند که اونا
موثریتشان به کشور ما افغانستان زیادتر باشه و الحمدلله انشالله که انجینرهای پنزه انجینری همیشه وقت موفق بودن و کوشش‌های خود کردن که خدمت بکنن به کشورشان افغانستان.